بعد از توقف 12 ساعته فعالیت تیک تاک در آمریکا، ترامپ دستور داد فعلا 75 روزی تیک تاک به گوشی‌های آمریکایی‌ها برگردد. این توقف فرصتی را فراهم می‌کند تا روشی مناسب پیدا کند که از امنیت ملی محافظت کند و در عین حال از خاموش شدن ناگهانی یک شبکه اجتماعی ارتباطی مورد استفاده میلیون‌ها آمریکایی جلوگیری کند. گرچه CNN نوشته ترامپ رأی آوردنش را تا حدی مدیون پویش‌های انتخاباتیش در تیک تاک است، اما مسئله از دید ترامپ یک معامله است. اگه من معامله‌ای برای آمریکا انجام بدم، فکر می‌کنم باید نیمی از تیک تاک رو به دست بیارم. ایالات متحده باید حق دریافت نیمی از تیک تاک رو داشته باشه و تبریک میگم، تیک تاک یک شریک خوب داره. در رسانه‌های آمریکایی و در صحبت‌های رئیس جمهور جدید آمریکا توضیح دقیقی درباره اینکه این معامله 50% معنایش دقیقاً چیست نیامد. اما در حال حاضر 60% سهام تیک تاک در اختیار 3 شرکت مستقر در آمریکاست و از 5 عضو هیئت مدیره تیک تاک 3 نفر آمریکایی‌اند. با این اوصاف ممکن است منظور رئیس جمهور جدید آمریکا این باشد که مالک چینی تیک تاک که یک شرکت خصوصی است باید همان 20% سهامش را هم با آمریکایی‌ها نصف کند. این متخصص اندیشکده آمریکایی کارنگی پیش‌بینیش این است که تیک تاک به این خواسته تن ندهد. خیلی در این باره تردید دارم، چون خیلی از اینها به حصه مالکیت معنوی در شرکت مربوط می شود و دولت چین هم در این زمینه صاحب رأی است. ترامپ اما برخلاف گمانه‌زنی‌های روزهای گذشته اصراری ندارد که ناجی تیک تاک در آمریکا خواهد بود. تأکید دارد که دنبال معامله است. معامله‌ای در چارچوب قوانین کنگره آمریکا که درباره تیک تاک قانونی نوشت تا به قول نمایندگان آمریکایی جایی که محل گشت و گذار مجازی آمریکایی هاست تمام و کمال تحت نظارت دولت مردان آمریکایی باشد. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.